با درود و احترام خدمت عزیزان، امروز میخوام از چارت پترن ها، دبل باتم ها یا الگوی دو کفا خدمت شما عزیزان بگم. اگر که شما سطح حمایتی داشته باشید که با خط آبی تیر رنگ برای شما مشخص کردم، قیمت به سمت اون حرکت کنه و یک واکنشی به سمت بالا داشته باشه و مجددا در بازگشت قیمت به سطح حمایتی ما کلوزی زیر این خط آبی پررنگ نداشته باشیم و بالای این خط مجددا کلوز کنه، مستعد بدونیم قیمت ها تا به سطح اولیه بازگرد. خب منظور از تیپی گذاری میخوایم داخل این نمودار انجام بدیم. اگر که ما به صورت کلاسیک بخوایم ورود کنیم، محل ورودمون توی نقطه 1 باشه، استاپ لاسمون در نقطه 0 قرار بگیره تا نقطه شماره 2 احتمال بالا رفتن قیمت رو میدیم. این به صورت کلاسیک هست. من در ادامه با روش های پرایسی به شما یاد خواهم داد که چگونه وارد بشیم. با هم دیگه نمودار USD CAD. خب الان موقعیت معاملاتی روی USD CAD ما داریم مشاهده میکنیم. همونطوری که میبینیم قیمت داره به سمت این خط حمایتی که ما آوردیم داره حرکت میکنه. در صورتی که این خط حمایتی توسط کندلی زیر این خط کلوز نکنه، ما میتونیم ورودی رو انجام بدیم. ورودمون در ادامه خواهم گفت که چه خواهد بود. خب ببینید این برخورده اول نمودار، اگر که من تکست بزنم اینجا اولین برخورد نمودار. خب منتظر میمونیم تا یک کمی نمودار این گره رو روی این گره و منتظرم تا کلوزی داشته باشیم. حالا اگر که کلوز روی اون قسمت داشته باشم، ببینید اینجا مد نظرمه. خب اینجا من به صورت کلاسیک بایستی ورود کنم داخل نقطه 1 خط نقطه چین، اما منتظر میمونم تا خط 1 نقطه چین رو نمودار از قیمت بازپسگیری کنند یا کلوز کنند اصطلاحاً بالای این خط. خب اینجا هنوز ما نشانه ای از بسته شدن نداریم. ببینید داخل این کندل سبز رنگ ما داریم بسته شدن رو میبینیم. خب استاپ ما در این محل خواهد بود و الان یک ریوارد 3 خواهیم گرفت در صورتی که 1 بود. خب اینجا ما نقطه اولیه که تخلیه میکنیم. اینجا تیپی 1 من با ریوارد 3 هست. خب مجددا منتظر میمونم داخل این ناحیه دوباره بشود، من ورود خواهم کرد داخل این ناحیه که میشه باز استاپ لاس همینجا و یک ریوارد دیگری به همین میزان داخل این جفت ارز خواهم گرفت. این بار 4 ریوارد 4 یا ریوارد 3 نه ریوارد 3 خواهد بود. اون در 4 یکی کم میشه. خب منتظر میمونم. هنوز زیر این گره رو نگرفته. این گره برای من گره مهمیه، پس من منتظر میمونم این گره رو مشخص میکنم، چون گره ناشی از
تغییر وضعیت نمودار هست از ریزشی به صعودی. خب یک مقداری منتظر میمانم تا قیمت به این گره بازگرده و سپس با نمودار همراه خواهم شد. در این ناحیه قیمتی منتظر موندم تا کندلی روی این ناحیه را برای من گرفته باشه. روی این ناحیه یک بسته شدن کندل سبز رنگ ببینم برای من کافی است که مجددا ورود کنم. 2 مرحله قبلا ورود کردیم، 2 مرحله قبلی به سود بوده است. ببینید این گره یک پیپ هم اگر که ازش عبور کنه که در این کندل کرد بی اعتبار میشه. پس این بازگشتی من هنوز زیر این سطح ها ندیده. من باز روی اینجا عبور میکنم، استاپ لاسم زیر این منطقه هست. باز یک ریوارد 3 را من در نظر دارم که ازش بگیرم. اگر که این را من جا به جا کنم در نظر دارم یه ریوارد 3 بگیر و اینجا دوباره تیپی من تاچ شد. درودی دیگر، بدرود، همیشه پرسود و سرزنده باش.